هر صورت امین کشته شد و لوبتک کوکی مسکو با اولین اعلامیه رادیویی که از رادیوی ترمز و یا تاشکند پخش گردید در صحنه سیاسی حضور یافت و یکجا با لشکر سرخ داخل کابل شد و در نتیجه مسکو قدم دیگری به سوی آبهای گرم نزدیک گردید. بخش سوم. سوداگران خاک و مرحله نوین. نیمه شب 6 ژوئیه 1358 ببرک کارمل شاه شجاع روسی نخستین اعلامیه غلامیش را از رادیوی تاشکند بر روی موج متوسط پخش نمود. این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده، مسلمانان مستضعف افغانستان، هم از اهل تسنن و تشیع، علما و روحانیون پاک نهاد و با تقوای کشور، سربازان و افسران اردوی قهرمان وطن، تاجران ملی و سرمایه‌داران ملی، درود میفرستم و شاد باش میگویم. تا 2 روز پس از آغاز تجاوز نیز یورش قشون سرخ از زمین و هوا به نقاط مختلف کشور ما ادامه داشت که به اساس اطلاعات نشر شده در آن مرحله 85,000 عسکر روسی به افغانستان داخل شدند. کارمل برای آنکه بتواند تجاوز روس‌ها و دست نشاندگی خود را از انظار جهانیان کتمان نماید، به زودی خبری را مبنی بر درخواست کمک‌های نظامی از شوروی‌ها پخش نمود. جنرال پاپوتین، معاون اول وزارت داخلی شوروی که عملیات بر ضد امین را رهبری می‌کرد، به طور مرموزی کشته شد و شاید هم انتحار کرد و رادیوی مسکو در پخش خبر اعدام امین 6 ساعت از رادیوی کابل پیشی گرفت. رژیم صادر شده که از 2 آتشه‌های خلق و پرچم متشکل شده بود به این ترتیب معرفی گردید: ببرک کارمل رئیس شورای انقلابی و صدر اعظم، سلطان علی کشتمند معاون شورای انقلابی، معاون صدر اعظم و وزیر پلان، اسدالله سروری معاون شورای انقلابی و معاون صدر اعظم، دگرمن محمد رفیع وزیر دفاع، عبدالرشید آریان وزیر عدلیه، شاه محمد دوست وزیر خارجه، سید محمد گلابزوی وزیر داخله، محمد اسلم وطنجار وزیر مخابرات، عبدالمجید سربلند وزیر اطلاعات و کلتور، فیض محمد وزیر سرحدات، گلداد وزیر تحصیلات عالی، راز محمد پکتین وزیر آب و برق، عبدالوکیل وزیر مالیه، اسماعیل دانش وزیر معادن و صنایع، شیرجان مستوریار وزیر ترانسپورت، دستگیر پنشیری وزیر فواید عامه، صالح محمد زیری وزیر زراعت،
ابراهیم عظیم وزیر صحت عامه، اناهیتا راتبزاد وزیر امور اجتماعی و محمد خان جلالر وزیر تجارت. به زودی مخالفت‌ها میان کشتمند و سروری تازه شد و سروری به نام سفیر از کشور بیرون گردید. سازمان مسلمان کشی و جاسوسی کام به خدمات اطلاعات دولتی یا خاد نام بدل کرد و کگبی دکتر نجیب را که به عیاشی و برهنه مشهور بود در رأس آن نماشت. ببرک در سال 1308 در قریه کمری کابل به دنیا آمد. او اصل و نسب مشکوکی دارد. عده‌ای او را از قبیله کاکل، شمار کشمیرالاصل و برخی هم کابلی خواندند. کارمل 3 سال عمر خود را در توقیف سپری کرد و با رهایی از زندان تحصیلات خود را به پایان رسانید تا آنکه در سال 1346 دسته الحادی پرچم را تأسیس و به وسیله جریده پرچم اندیشه‌های مارکس و لنین را پخش می‌کرد. کارمل باری به شورای ملی راه یافت و پیوسته در جانبداری شوروی قرار داشت که در نتیجه در جریان یکی از جلسات مورد علت و کوب علی احمد بایانی و سایر وکلا قرار گرفت و از تعمیر شورا به پایین پرتاب شد که آثار علت و کوب از آناتومی دهانش به خوبی پیداست. او که روسی‌تر از روزها خوانده شده یکی از پسران خود را واستوک نامید و در یکی از صحبت‌های خود مؤثرین افغانی مقیم مسکو را به فرا گرفتن اخلاق و عادات انسان شوروی چنین تشویق نمود: قلب پر از عشق، پر از تپش مادران و پدرانتان، برادرانتان، خواهرانتان. شما را هر چیز زودتر سربلند و پیروزمند در جبهه فرا گرفتن علم شوروی، دانش شوروی، تربیت شوروی، انسان نوین شوروی به مثابه فرزندان وطن پرست سرسپرده افغان می طلبد. افغانستان، جهان و تجاوز شوروی. تجاوز شوروی از همان آغاز در برابر عکس‌العمل‌ها قرار گرفت. جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تجاوز شوروی را انتخاب دشوار نامید و هشدار داد که هر نیتی برای حصول کنترل خلیج فارس به جنگ خواهد انجامید. تاچر صدراعظم انگلیس خطاب به سفیر شوروی که می‌خواست تجاوز کشورش را توجیه قانونی ببخشد گفت که طفلانه صحبت مکن. جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان ضمن انتقاد سریع از تجاوز شوروی مهاجرت‌ها از افغانستان را دلیل آشکار نارضایتی مردم از تجاوز شوروی خواند. آیت الله خمینی پشتیبانی بدریغ خود را از ملت افغان اعلام نمود و خود را همکار نزدیک مسلمانان خواند. رژیم یوگسلاویا تجاوز شوروی را برگشت به زمان استالین تعریف نهاد و خواستار خروج اساکیر شوروی از افغانستان گردید. اندرا گاندی از روش شوروی انتقاد روشنی نکرد و نخواست موجبات آزردگی مسکو را فراهم سازد. 24 جدی 1358 سازمان ملل متحد در جلسه نوبتی خود با 104 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع خروج قشون سرخ از افغانستان را تایید نمود و در 7 جلسه بعدی نیز این مسئله با اکثریت بیش از 100 رأی محکوم گردید. سال 1982 جنرال ضیاءالحق طی بیانیه در کنفرانس کشورهای غیر منسلک منعقده دهلی جدید از تجاوز شوروی انتقاد شدید نمود و صدراعظم ایران نیز طی صحبت خود خروج اساکیر شوروی را راهی اصلی حل قضیه افغانستان خواند. اما بنابر مداخلات اندرا گاندی در اعلامیه بجای خروج قطعات شوروی به خروج اساکیر بیگانه اکتفا شد که به زعم آن گویا اساکیر دیگری نیز در افغانستان حضور داشتند.
ولی با این همه کارمل با دوستی خلل ناپذیر با بادر خود اصرار داشت و در حالی که در اطرافش مشاورین روس قرار می داشتند با بیننگی تمام از خون ریخته شده روس‌ها به احترام یاد می نمود. این خونهای پاک در خاک مقدس افغانها با هم مخلوط شدند. این دوستی برای ابد جاودان است. هیچ قدرتی نمیتواند در آن خدشه وارد کند. تکبیر خون. سوم هوت 1358 نخستین قیام مردمی بر ضد تجاوز خشون سرخ در کابل به وقوع پیوست. شبانگاه مردم مسلمان بر بام‌های منازل خویش بلند شده و نعره‌های کفر شکن تکبیر را تا صبحگاهان ادامه دادند. فردای آن روز دکان‌های شهر بر رسم اعتصاب سراسری مسدود ماندند و در برابر رژیم و روز با وحشت تمام از سلاح سنگین استفاده برده و بیش از 5000 هموطن مسلمان ما را به خون کشیدند. کارمندان نواحی حزبی یک جا با اساطیر رژیم تلاشی و تفتیش را آغاز نموده و اخطاریه‌هایی را مبنی بر بازگشایی مجدد در دروازه‌های دکان‌ها می‌آویختند. قیام دختران مسلمان مکاتب کابل به وقوع پیوست و قوای رژیم در برابر با استفاده از خشونت، قساوت و گازهای زهری و مسموم ساختن آنان آغاز نمود. در این قیام دو تن از سازمان دهندگان قیام ناهید و وجیه به شهادت رسیدند که تاریخ مبارزات اسلامی کشور ما هرگز آنها را فراموش نخواهد کرد. در دل شهر بلا حنجره لا ناهید، نفس آتشی لشکر الا ناهید. فردای قیام مناهیدها را تبزاد و مکاتب دختران رفته و میخواست آنان را از مبارزه منصرف سازد که نتیجه نداد و رژیم به مشوره دستگاه جهنمی خود مسموم ساختن آب آشامیدنی مکاتب را پیش ساخت تا از قیام جلوگیری نماید. و اما با چنین احوال کارمل دعوت زنان روسی را لبیک می گفت و دستپخت آنان را با میل فوق‌العاده فرو می برد و اشعار می داد که در دوستی با روس‌ها پیش قدم تر است. Молодцы. Спасибо. Так, что еще у нас в программе? Эстафета. Так, а там кто победитель? Дружба. Дружба? Дружба, да. Правильно. А вручили классикам со стрельбы приехали? Соревнование дружбы. Ки бештар до дусти авал мешад. Мы соревнуемся, кто сильнее в дружбе.
کارمل که دیگر در نزدش وطن و خون مفهوم ایمانی خود را از دست داده بود، از گره ابدی سرنوشت خود با شوروی چنین سخن می‌راند: بدین مناسبت ما از اعماق قلب و جان و روح خود با او پیوند جاودانی که سرنوشت ما با اتحاد شوروی برای ابد گره خورده است، اما در برابر به خاطر اغوای عوام از اسلامی که به آن اصلا ایمان نداشت نیز دم میزد. از زمان وقت دو نوع اسلام ظهور کرد: یک اسلام واقعی و حقیقی و محمدی، یک آن را به نام موافقین یاد می‌کنند، یکی اسلام منافقین که در آن وقت هم وجود داشت. به حال چهره اصلی کارمل او هنگامی که با رفقای حزبیش مواجه بود اعلام میکرد که به خاطر کسب عضویت حزب اعتقاد راسخ به مارکسیسم و لنینیسم شرط اصلی است. و شما میگم رفقا، اگر اعتقاد عمیق راسخ به ایدئولوژی طبقه کارگر به مارکسیسم لنینیسم ندارین، هیچ اجبار بالای شما نیست که شما حتما حزبی شوین. میتونین با جرأت بگوین که من هنوز مطالعه میکنم. برای کارمل هیچ چیز جز غلامی صادقانه به روزها مطرح نبود. توجه کنید او با بیشرمی تمام در حالی که صدایش مزدورانه بلند می شود چی را بلا که اول افغانیت می داند. رفقا، باید به صراحت برای شما خاطر نشان بسازم. کیست؟ چگونه باید شناخت؟ افغان وطن پرست کیست؟ وطن پرست آتشین، افغانستان انسان افغان نوین، انسان افغان نوین کیست که وفادار به دوستی افغان شوروی باشد؟ این ملاک دارد. کاجیبی که نجیب را بر ریاست دستگاه جهنمی خود گماشته بود، تشکیلات خود را وسعت بیشتر داد و ادارات آن را به بیش از 100 ریاست بالا برد که کشتار بیرحمانه و به زندان افکنی ها وظایف اصلیشان را تشکیل میداد. زندان پلچرخی در آغاز تجاوز روس‌ها از وجود پرچمی ها خالی شد و طبق برخی گواهی ها ندرت یافت که میدانست رژیم را دوباره گرفتار میکند. با رهایی از زندان به پشاور هجرت نمود. خود به هدایت مستقیم مشاورین و دکتر نجیب دامنه فعالیت‌های ضد انسانی خود را تا سطح کوچکترین ادارات و مناطق مسئولی توسعه داد و به زودی زندان پلچرخی دوباره لبریز گردید. گفته می شود که نجیب رئیس عمومی خود مسئولیت قتل بیش از چند هزار مسلمان را به دوش دارد که شبنگام زیر شکنجه ها و یا در پولیگون ها به شهادت می رسیدند. با اساس اطلاعات افشا شده بنابر روابط نزدیکی که حشمت کیهانی سرانوال اختصاصی انقلابی، عبدالکریم شادان رئیس محکمه اختصاصی انقلابی و نجیب با هم دیگر داشتند، نجیب می توانست حکم اعدام برخی افراد را حتی پس از قتلشان نیز حاصل کند که پلوگین پلچرخی شاهد خوب این اعمال ضد انسانی است. با آستان بوسی کرملین کارمل در ایام زمامداری مزدورانه خود سفرهای متعددی را به شوروی انجام داد که هر بار دید و دیدهای او اهداف شوم و ضد اسلامی را در قبال داشت. اولین بار در 23 میزان 1359 کارمل جهت جلب حمایت بیشتر شوروی به مسکو رفت و در پایان سفر اعلامیه مشترکی را مبنی بر رد تلاش‌های بین‌المللی برای
59 کارمل بار دیگر وارد مسکو شد تا در کنگره 26 حزب کمونیست شوروی اشتراک نماید. کارمل در این مرتبه مورد تفقد بیشتر بادران خود قرار گرفت و برژنف و پاس وفاداری ها مدال را روی سینه کارمل آویخت. بیست و چهار قوس 1360 کارمل کابل را به قصد بلغاریا ترک گفت. اما فردای همان روز در مسکو نشان طلایی خورشید آزادی را که از سرمایه ملت افغان تهیه شده بود به مناسبت سالگرد تولد و برژنف پیشوای متجاوزین تقدیم کرد. رفیق گرامی لیونید ایلیچ برژنف، رفقا و دوستان نهایت محترم، کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شورای انقلابی و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مردم افغانستان وظیفه نهایت پر مسئولیت و بسیار پر افتخار را به عهده من گذاشتند که اجرای آن باعث سرور به حد من است تا به مناسبت جشن پر افتخار سالگرد شما نشان عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان، نشان به آزادی المر یا خورشید آزادی را به شما تفویض کنم. دوستی می‌خواندند افتتاح نمود که روس‌ها می‌توانستند با استفاده از این راه حمل و نقل وسایط و وسایل کشتار جبری را به سادگی انجام دهند. اقرب 1361 برابر نوامبر 1982 وحشی‌ترین جنایتکار تاریخ که لقب فرعون قرن 20 را کمایی کرده بود به طور مرموزی از میان رفت. با کارمل به منظور اشتراک در آزادی او و سپردن وعده دیدار در دوزخ به مسکو شتافت و به همین مناسبت در کشور 3 روز فضای ملی را اعلام نمود. با مرگ برژنف به روشنی پیدا بود که کارمل ضربه شدیدی را متحمل شده است. او غمگینانه در کتاب مرگ برژنف امضا نمود و در جلسه شورای انقلابی یک جا با رفقایش سکوت شرم‌آور اختیار کرد. در اثر وحشتی که روس‌ها و مزدورانشان در افغانستان انجام می‌دادند، سلسله مهاجرت‌ها به جنوب و غرب دامنه وسیع کسب کرد و مردم با تحمل مشقات راه به ایران و پاکستان پناه می‌بردند.
جریان مقاومت بر ضد قشون سرخ که در نخستین ماه‌های تجاوز آغاز یافته بود نظم بیشتر می‌گرفت و خلاف پیشبینی محققین خارجی که گویا افغانستان طی 3 ماه به دامن شوروی سقوط خواهد کرد، با پیروزی‌های مجاهدین جهانیان را به حیرت واداشت. افغانستان گذرگاه خونین. و اینها اند برگ‌های از درخت خونین شهادت که توحید و آزادی را به بهای جانهای شیرینشان هدیه کردند و تحت رهبری بزرگان جهاد افغانستان فاتحانه و جانبازانه به جاودانگی پیوستند. دکتر گلعلم آمر دعوت پروان و کاپیسا و کابل، سید منصور آقا فرمانده جبهات بغلان، دکتر محمد ولی فرمانده در لوگر، نیک محمد فرمانده در بادغیس، فرمانده صفی الله افضلی آمر جبهات حفیظ الله افضلی شهید، کریم فرمانده در قرباق، پادشاه فرمانده در بگرام، فرمانده نعیم خان، مولوی شفیع الله فرمانده در کوه صافی، فرمانده خانگل، فرمانده مدت خان، غلام فرمانده در کندوز، فرمانده کریم، فرمانده محمد اسماعیل طارق، فرمانده لالا ملنگ، انجینیر سلیم فرمانده در بغلان، فرمانده محمد اکبر، فرمانده عبدالودود، فرمانده عزیزالدین، فرمانده حمیدالله، فرمانده عبدالمالک مشهور به خیاط، فرمانده فیض محمد،
فرمانده محمد عمر غازی، فرمانده فضل الرحمن، فرمانده تورن افغان، فرمانده عبدالله جان، فرمانده عبدالواحد، فرمانده سید علاءالدین، فرمانده خالو، فرمانده و سخنور توانا عبدالحی شیدا، مامور عبدالله فرمانده در بلخ باستانی، فرمانده و امیر جماعت دعوت الی القرآن و سنت شیخ جمیل الرحمن، تجاوز روس‌ها به افغانستان را آنگونه که پرچمی‌های هوادار کارمل می‌خواهند و درخواست ترکی مبنی بر اعضا مساکر نسبت دهند، در واقع چنان نیست. زیرا بنابر حقایق افشا شده بریژنف شخصاً به تقاضای ترکی پاسخ رد داده بود. بعدها بنابر عوامل خاص و مشوره‌های شاخه پرچم و بعدهای فریبنده کارمل، بریژنف با اطرافیان نزدیکش عجولانه تصمیم تجاوز به افغانستان را اتخاذ کردند. بریژنف طی صحبت با خبرنگار تاس گفته بود که ما تصمیم به چنین اقدامی را اتخاذ کردیم و هر گونه مسئولیت را در این زمینه متقبل خواهیم شد. به هر حال آنچه در این رابطه روشن‌تر است سرتاسری شدن و گستردگی جهاد افغانستان است که با تجاوز شوروی افغانان را در برابر آزمون دیگری قرار می‌دهد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. و ملت برای برآورده ساختن آرمان بزرگ به نبردگاه می رود تا در جهت آزادگی و اعلای کلمت الله امر پروردگار توانای خیش را بجا آورد. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آره، آنانی که ایمان به اسلام در دلهای مؤمنشان جوش میزد به آنکه هیبت و وحشت دشمن تأثیری بر روانهایشان فرو گذارد، مردانه وار به دنبال شهادت برخاستند و ثابت نمودند که ابرقدرت‌ها نمیتوانند در پناه قدرت نظامی خود به سیطره جویی و استعمارگری بپردازند. مجاهدین افغان با ایستادگی در برابر قشون وحشی سرخ نشان دادند که قدرت نظامی میتواند صاحب خود را احساس دروغین شکست ناپذیری ببخشد، اما هیچگاه نمیتواند حریف قیام‌های ناشی از ایمان و معنویت گردد. با اساس اسناد نشر شده، گذشته از عملیاتی که در مسیر راه حیرتون کابل در هنگام تجاوز بر ضد روس‌ها صورت گرفته است، نخستین قیام مسلحانه مردمی روز 13 جدی 1358 در ولایت تخار صورت گرفت که منجر به قتل والی و رئیس خاک گردید. به
بهار سال 1359 قوای مشترک روسی و اساطیر رژیم جهت جلوگیری از سقوط چغاسرای عملیاتی را در کنر آغاز کردند که بیشتر شکل نمایش قدرت را داشت.